سلام بچه، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. من ابوالفضل هستم. خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون. آقا امروز اومدیم 320 CV شارژ کنیم و کردیم. یعنی این آفر رو زدم، یک دونه گان اپیک هم داشت. حالا ببینم گان اپیکش کجا، الان بهتون نشون بدم. POW بود، گان اپیک خوبیه. حالا نمیدونم، نه فکر کنم از یه جایی بردارم، نمیدونم. الان آفر که زدم واسه اونجا واسه چی میگردیم، میام اینجا POW SMGه. آره این POW بله اومد. اینم گان اپیک واقعا خوشگله، یعنی یکی از بهترین POW های بازیه بجز لژندشیه. تو اپیک و اولیه به نظر من، بجز لژندش این خوبه، اومتیک که نداره. حالا بحث اصلی ویدیو زدن بتل پسه. بریم بتل پسمون رو بزنیم، دستمون به همشی نخوره. Get the battle pass و 220 CPU میدیم و بتل پس رو میگیریم. بله بعد سیزن 3 تا الان هیچ بتل پسی نزدم. آخرین بار که بتل پس زدم سیزن 3 بود که 2 تا بتل پس قدیمی هم کنارش زده بودم و اون بتل پس سیزن چند بود یادم نمیاد که B50 بودش. اون خیلی میخواستم بزنم ولی نتونسته بودم. حالا اینم چون آفر بود تونستم بزنم، وگرنه اینم نمیتونستم بزنم. واقعا آفر اومد و ما رو یوری کرد که بزنیم. بعدش هم الان میخوایم یه بتل پس قدیمی هم بزنیم و یک بررسی گناهی که گرفتم میریم و دیگه ویدیو مختصر زود تموم میشه. یه ایموت، به این ایموتش چیه خودم تا الان ندیدم تا اینجا که واقعا 0 از 10. 2 از 10 واقعا ایموت مزخرفیه واقعا. و این اسکینم داخل بتل پس سیزن قبل بود، حالا نمیدونم واسه چی رو بردم دیگه. بدم فرقش نه، فرق نکرد. یعنی یه R9 ترمایت فلش بنگ لژند دارم و اسکین زیاد بال نیست، خیلی چیز میزده شو ویژونه. و در آخر USS9 یه همون یوزی. تایبش هسته و دیگه تموم شد. خب الان 320 CV 220 برگشت. بنازم اینجا یه تکسی پی هم میگیریم، حالا کارت تکسی پی. بعد میایم اینجا، کجا باید میرفتیم یادم رفت. مرد مایره. خب اینجا من فقط به خاطر این دیل دارم میزنم، دیل بلک مارکت و این کاپیتان پرایس عالی زدیمش. امیدوارم خوشایند باشه. این روزا چیه اون نمیدونم. و یه گان اپیک واقعا این اسکلتش خوشگله، یه ICR که واقعا ICR خوبیه. میگم مثلا آپگریدش اینو میزنیم و آپگرید میکنیمش به این ایموت چیزی. امیدوارم ایموتش مثل ایموت قبلی هم مزخرف نباشه. و دیلی که واقعا دوستش داشتم بگیرم، کاپیتان پرایس. این ایموت شوریه چون فوتبالی هستش دوستش دارم، میذارم اینجا چون داخلش فوتبال بودش دوستش دارم. این HG شل اپیکشو نداشتم، ولی به درد بخور نبود. این اسکیرن پدک نیست و توی 25 که اصلا خوشگل نیست. بکپکی که به درد نمیخوره و یه اسکین بی خود و یک این HBKC بود فکر کنم، دقیق یادم نمیاد. حالا میبینیم MX9
کلا قاطی هم یه میکسون عالی، خیلی خوشگله. اجدواری و این چیزا. و این پیکسل رو من دوست دارم، میذارم. 100 سی پی واسم موند. این صدا بطور پس قدیمی فقط زدم، دارم خود بیشتر بطور پس قدیمی میزنم. خب الان بریم بررسی گانهایی گرفتم. کجا بریم؟ گانهای جدیدی گرفتم اینجا. خب نه آقا اینجا نبود. یه تایپ 25 که به درد نمیخوره. من یه دی ال روش مانور میدم با یک این یو اس اس 9 دی ال کوشکا و کوشکا دیگه. آره دیگه بیشتر روی دی ال. و یه چیزی که خیلی به نظر من خوبه این پی او دبلیو بود. حالا می‌بینید اون دی ال رو میسازیم. دی ال بلک مارکت. همین آتشمن بسه خوش حالسی ندارم آتشمن بچینم. اینجا یه پی او دبلیو میچینم. از این ایمش خوشم نمیاد. آره ایم نداشته باشم خوبه. به جاش اینو میذارم. خوب آره دیگه همین. به بخش تمرینی بریم. چی نصیب ما شد؟ پی او دبلیو و دی الی که بهتر از همه بودن. گانای پیک که بهتر از همه بودن. ببینیم چه خبره. دی ال بلک مارکت خیلی خوبه ولی از نظر من چون ایمش فرق میکنه. همین که ایمش فرق میکنه واسه من یک جذابیت خاصی داره. نگاه کنید ایمش خاص باز میشه. نگاه کنید تا باز که بشه اسکوپی نیست، فست اسکوپ راحت میشه باش زد. توجه بکنید میفهمید خیلی راحت میشه باش فست اسکوپ زد. و این من خوشم میاد ازش. قبل اینکه باز بشه یک تیکه میاد، یک ایمی نیست، بعدش یه ایم میاد که حالا همه دیلو یک مدل دمیج میکنن. اتشمنت ریختنم فرقی نداره روی دمیجش. من اونجوری بیشتر روی رنجش و با موبیلیتی و این چیزا. میریم گان بعدی این پی او دبلیوه که قدیمی هم هستش اینجوری که میدونم و خیلی خوشگلی به نظر من. شادش میده خوبی هم. گانه لگت نداره. نگاه کنید اصلا نگاه نمیدارم. این گوشی رو میذارم رو زمین، اینو میذارم فقط اینو بشم میدم. لگت داره ولی میشه باشه لگتشو گرفت. اینم میتونم بگیرم لگتشو. از این استفاده میکنم. این همیشه باید باشه. حالا از این هست. خب همون کار انجام میدم دوباره. لگت دوره ولی کمتره. با اتشمنت خوب میشون لگتشو بگیریم. ولی حالا پرکار رو بندازم یه خورده دمیجاشو ببینیم چه خبره. دمیج رو هدش 32 خوبه. اینجا هد 32 پوینتر 31 27 27 27 کلا 27 پوینتر دیگه. به جز هد
27 و 31. حالا گان خوبیه، میتونم ازش استفاده کنم البته، ولی بیشتر به درد مولتی میخوره نظر من. حالا میریم سراغ گان آخر که کوشکا بود و ویدیو رو تمام میکنیم دیگه. میریم اینجا بخش اسنایپ، کوشکا، یه اپیک. حالا یه اتچمنت میذاریم، فقط این لیزر میذاریم و همین دیگه. خوشگله، اینجوری دارم میبینم خوشگله، از این لحاظ خوشگله، فقط نه ایمش فرق نمیکنه، نه باز شدنش فرق میکنه، نه گان خوبی برای مولتی، قابل استفاده. فقط قلق میخواد که خیلی قلقش ندارم، خودم هم ندارم، ولی ازش استفاده میکنم. به درد بتل نمیخوره، این چه میزی بود دادم، به درد بتل نمیخوره زیاد. حالا بذار گان بعدی، به همه گانا رو چی کنیم دیگه. یه تایپ 25 بود اینجا، نه اینجا باشه. این تایپ 25 آخر سر میریم دیگه. چشمو گرفت. نه تایپ 25 نه، آی سی آر بود. آره آی سی آر بود. ببینم کجا دارم، اینجاست. بله آی سی آر بود. حالا یه اتچمنت اضافه میکنیم. این چی کنیم؟ از نظر شکل و شمایل که خیلی خوشگله. چند شد؟ او پرک داره و واسم نبود. بنداز 42. خیلی خوبه. حالا پرک بذاریم 63. ایمشم خیلی خوشگله، ایم خوبی داره. من بیشتر به قصد این دیله کلان بتل پاس دادم، چون من کلان دیل خوشم میاد. گفتم ایم فرق میکنه، بگیریم بزنیم و یکان اکسپکشن هم بذاریم. دیل خوشگلیه، ایمش هم بدک نیست. حالا ولی به دیل زیلوت که اصلا نمیرسه، به دیل آره دیگه به دیل زیلوت که نمیرسه. من تنها دیلی که دوست دارم نه زیلوت نه متی، که من فقط دیل هولیدی دوست دارم که قراره سیریزش برگرده واسه این کریسمس. حالا یه دونه اخبارم ما گفتیم، من نمیدونم ویدیو رو که میبینید. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومد باشه. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.